من علیرضا فغانی هستم، داور فوتبال، زاده روستای جابز، بزرگ شده شهر ری، جنوب شهر تهران. با اون که روستا زاده بودم، در جنوب شهر بزرگ شدم، هیچ وقت از رویاها و اهدافم کوتاه نیومدم. برای خودتون هدف گذاری کنید، هیچ چیزی نمیتونه جلودار شما بشه جز خودتون. تو همه زمینا، تو هر زمینه‌ای که میخواین فعالیت کنید، تو همه مهارت‌هایی که باید داشته باشین خودتون رو قوی کنید. من برای داوری زبان انگلیسی مهم بود که به نصیحت پدرم زبان انگلیسیمو خیلی قوی کردم. آمادگی جسمانی مهم بود، آمادگی جسمانی رو قوی کردم. تسلط قوانین بازی بود، تو خودم رو قوی کردم و تو هیچ زمینه‌ای نتونستم به کارم ایراد بگیرم. بعد از اینکه توکلم به خدا بود، تلاش کردم که همیشه بهترین عملکرد داشته باشم و اینکه حالا روستازاده هستم، در جابز در خراسان هستیم یا جنوب شهر تهران بزرگ شدم، اینا نتونست جلوی منو بگیره. پس سعی کنید هیچ چیزی نتونه جلوتون رو بگیره و اگرم کسی به شما لطمه بزنه خودتون هستید. موفق باشید.